الحمد لله رب العالمين، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. برادران عزیز و هموطنان محترم، خداوند من و شما را توفیق داد تا اینکه با رمضان مبارک، با این فریضه الهی، با رکن از ارکان اسلام من و شما را حیات داد، صحت داد و در خانه خودش جمع کرد. بسا این ماه بزرگی هست، عبادت دست جمعانه برای هر مؤمن. ابتدای سال نویست اعمالش است. هر مؤمن را نامه اعمال سالانش ماه مبارک رمضان، ماه اولی جمع اعمالش است برای سال. همچنانه که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر روز دوشنبه و هر روز پنجشنبه اعمال انسان پیشنهاد می‌شود. یعنی در هر هفته 2 مرتبه اعمال انسان با الله رب العزت پیشنهاد می‌شود، اما در سال 1 مرتبه پیشنهاد می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان که گذشت و روز اولی ماه مبارک رمضان هم سپری شد، میگوید ماه شعبان ماه هست که بسیار از مردم از این ماه غافلند. ترفع فیه الاعمال، اعمال بندگان در این ماه پیشنهاد می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که در دوام حدیث احب ان یرفع عملی و انا صائم، من دوست می دارم که وقتی اعمال من پیشنهاد می شود، یعنی اعمال سالانه من روزدار باشم. برای همین انسان همیشه در تحت نظارت الهی است. همیشه خداوند انسان را خلق میکند، گفتار اون را، رفتار اون را، کردار اون را، ایمان اون را، خدا چقدر قیمت دارد نزد بنده مؤمن و مسلمانش، این را خداوند همیشه می نویسد و می سنجد و امتحان میکند. برای همون در بالای ما، در دست چپ و راست و پیش و پشت ما ملائکه های هستند. در بالای کتفای ما کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 ملائکه ای که همه چیز را می نویسند از خیر و شر. بالای لب انسان، پایان لب انسان همه ملائکه دارند. بالای چشمان انسان ملائکه دارد در روایت صحیح. با وجود این اعمال بنده در یک هفته 2 مرتبه روز دوشنبه و روز پنجشنبه پیشنهاد می شود و اعمال سالانش در ماه شعبان. برای همون روایت عایشه مادرمان هست که رضی الله تعالی عنها میگوید که هیچ ماهی را رسول اکرم مثل ماه شعبان روزه نمی گرفتند. صام كله، تو این روایت بود قریب کلش روزه گرفتند. در بعض روایت میگه کلش گرفتند الا قلیل، مگر اندک آخرش نگرفتند، یعنی بر رمضان نچسبوندند. همیشه ماه شعبان رو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از 20 بالاش روزه میگرفتند. برای همون برادران عزیز، ما در ابتدای صحبت گفتیم که ماه مبارک رمضان این ماه قرآن است. کسانی که با قرآن رابطه دارند، کلام الله مجید را خواندن میتونند، اگرچه معنای او را نمیفهمند، برای اونها بس عبادت خاص است. اونها تجارت با خدا دارند، قرآن میگوید، و اونها نظر با این کلام الله مجید دارن، اجر میگیرن. کلماتی که میخوانن هر حرف باعث 10 ثواب برای اونها نوشته میشود. و اونهایی که میدانن، اونها که دیگر خیلی فضل و کمالات پیش خدا دارن، و اونهایی که حافظ کل این قرآن هستند، و اونها پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اشراف امتی حملت القرآن، با شرفترین امت من آنانی هستند که قرآن کلام الله مجید را از یاد میدونند. حافظان قرآن من و شما و دیگر مسجدهایی که قاریا پیش می‌دارند و دیگر برادرانی که حفظ میدانند. این را هر انسان با قدر از این کلام الله مجید میداند، با اون قدر نزد خدا مرتبه و منزلت دارد. قرآن میگوید که الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه یرجون تجارتا لن تبور.
میگه آنان تلاوت کلام الله مجید میکنن و آنانی که نماز را برپا میدارن و آنانی که نفقه میکنن آنچه دادیمشون پنهان و آشکارا نفقه میکنن، اینها تجارت با من الله کردن لن تبور. این تجارت هرگز کساد نمیشه، این تجارت هرگز از بین نمیرود. بنابراین برادران عزیز، در هیچ قانونه، نه در کشور ما نه در کشور خارج، برای تعلیم دادن کودکان پدر و مادر اونها معنی نیستند. هر انسان از دیدگاه دین وظیفه دار است که اون فرزند خودش را قرآن بیاموزد، اون این کلام الله مجید را بداند و قرآن هم با همین مقصد ترجمه کرده شد که مردم خودشان بدانند، گمراه نشوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن را میداند و به دیگران تعلیم میکند. پدر و مادر وظیفه دارن قرآن بیاموزند فرزندان. آیا شما نشنویدید نزد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پدر آمد شکایت کرد که بچه من را اذیت میکند؟ حضرت عمر اون پسر را صدا کرد. اون پسر آمد گفت که ای عمر، ای امیر المؤمنین، آیا پسر بالای پدر حق دارد؟ گفت بله. گفت چه حق دارد؟ گفت باید برای اون مادر خوب مهیا کند. اون فرزندان نیستن، حق فرزندان بالای پدر همین است که مادر خوب برای اون بیاورد. زن را برای جمال و کمال و شهوت خودش دنبال نکنه، برای آینده فرزندانش در فکر باشد، برای آینده ننگ و ناموس دخترانش در فکر باشد، مادر خوب برای اون بیابد. گفت دیگر حق چی دارد؟ گفت نام خوب برای پسر بگذارد. گفت دیگر حق چی است؟ گفت یعلمه القرآن، قرآنش بیاموزد و فرزنده. گفت ای امیر المؤمنین، این سه چیزی که شما گفتین پدر من یگم تیره کردگی نیست. مادر من یک غلام زن مجوسی است و نام مرا جعل گذاشته، قندوز میگن. گفت مرا یک حرفی از قرآن یاد نداده است. حضرت عمر پدر اون را فریاد کرد، گفت پیش از این که تو گفت پسرت نافرمانی کنه، خودت بعد پسرت نافرمانی کردگی. اون پدر از سرزنش کرد. برای همون قرآن اقرأ القرآن فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه، قرآن را بخوانید، قرآن روز قیامت برای شما شفاعت میکند، میآید و هم نشیناش صدا میکند. آنان با قرآن بودن، با خدا بودن، این قدر کمالات و این قدر فضل داشتن، در همه زمان ننگ و آموس اونها محفوظ بود، ارز و آبروی اونها محفوظ بود، کسانی که با خدا بودن. بنابراین برادران عزیز، من همیشه هر رمضان کوشش کردم که تا اون حدی هست، حتی معنای سوره، معنای رکوع، یعنی یک سوره چند رکوع دارد، چی معنا دارد، اینا نامی سوره چی هست، چند آیت هست، چند جز هست، برای شما من میرسونم که شاید در ذهن شریف شما حدی اقل این چیز بماند که ما 114 سوره داریم در قرآن، 86 مکی هست، 28 مدنی هست، 500 آیت احکام دارد و قرآن تمام فقها بر این اتفاق هستند که جبرائیل علیه السلام عبدالله بن عباس روایت میکند که یدرسه القرآن، قرآن درس میکرد با پیغمبر خدا در ماه رمضان. هر سال ماه رمضان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که پیامبر شدن 15 سال روزه فرض نبود. در سال دوم هجرت ماه شعبان رمضان فرض شد. اول عاشورا را میگرفتن، بعدا رمضان هم اختیار بود. کسانی که روزه میگرفتن و کسانی دارایی داشتن میدادن، روزه نمیگرفتن، فدیه میدادن. نه که آیت اومد که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، کسی رمضان آینده آمد روزه بگیرد، بر همه فرض شد دیگه، مگر همون پیرزن ها و پیرمردهایی که نمیتونن فدیه صوم میدن. یعنی مرحله ها قطعی سال دوم هجری رمضان مبارک فرض شدن. رسول اکرم همگی 9 سال روزه گرفتن، 5 سال امیره 29 گرفتن، 4 سال 30 گرفتن و رمضان حتی عبدالله بن عباس در همون روایت میگد که هر ماه با جبرائیل قرآن را درس میکردن، دور میکردن
و سنت الذی قبض و اون سالی که رسول اکرم از دنیا گذشت، میگه 2 بار اونها قرآن را دور کردن. فقها از این حدیث گفتن که آنانی که سن سالشان رفته است اونا زیادتر قرآن در نزدیک شوند، زیادتر بخوانند. در این حدیث اشاره هست، گفتن فقها که رمضان به ختم قرآن نباشه. جبرائیل می آمدن با رسول اکرم ختم قرآن میکردن، رمضان به ختم قرآن نباشه. برادرایی که میان تهیه مسجد میخوانند، ما هر رمضان میگیم مردم ما بسیارتر از علما با تقواترند. خیال میکنن که یک سه دهه جو گوش کردم، اگر نه مفتی حضرت در اینجا میگه، دیگر استادا گفتن، ما گفتیم که برادر عزیز تهیه مسجد سنت است در اون مسجدی که یکم بار تو میدرو. دیگه وقتی که اومده حکم نفل داره نزد فقها، وقتی امر معروف است، درس است، تعلیم است، تو بشین دیگه. تهیه مسجد نمیخونیم دیگه در اونجا. خدا من شما را هدایت و توفیق بندگی عطا کنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين.